همه ما می‌دانیم که خودارضایی از نظر فیزیولوژیک و پزشکی یک عمل کاملاً طبیعی و بی خطر در نظر گرفته می شود. این یک واقعیت علمی است، اما این فقط یک روی سکه است. یک سوال بزرگ و گیج کننده وجود دارد که بسیاری از افراد، به خصوص جوانان، با آن دست و پنجه نرم می کنند. این که اگر این عمل طبیعی و بی ضرر است، چرا هر بار پس از آن احساس پشیمانی و سردرگمی می کنم؟ و چرا این عمل موجب می شود که اراده و تمرکز و اعتماد به نفسم را از دست بدهم؟ فرا از هر اعتقاد دینی یا غیر دینی که باشد، ولی پاسخ به این سوال فقط یک پاسخ دارد و آن هم بستر است. خب، بستر یعنی چه؟ در نظر بگیرید که خود یک لیوان آب کاملاً بی ضرر است. اما اگر همین آب در بستر یک سیل جاری شود، می تواند ویرانگر باشد. خودارضایی هم دقیقاً همین طور است. وقتی این عمل طبیعی در بستر یک عادت اجباری و خارج از کنترل قرار می گیرد، به عنوان تنها سلاح مغز برای فرار از احساسات منفی مثل استرس، تنهایی و بی‌حوصلگی استفاده می شود و با سیستم پیچیده پاداش مغز در می آمیزد، دیگر فقط یک عمل طبیعی فیزیولوژیک نیست. تبدیل به یک الگوی رفتاری تخریبی می شود که نه بر بدن که بر روان و کیفیت زندگی شما تأثیر می گذارد. تخریبی که از آن صحبت می کنیم به معنای آسیب فیزیکی نیست. منظور ما آسیب به اراده، انرژی و شادابی روحی شماست. در این ویدیو قصد نداریم شما را بترسانیم یا حس گناه ایجاد کنیم. می‌خواهیم به شما نشان دهیم که چطور این چرخه معیوب شکل می‌گیرد و مهمتر از آن، چطور می‌توانید کنترل خود را بازپس بگیرید. با ما همراه باشید تا از چگونگی این گروگانگیری پرده برداریم. علل اصلی شکل‌گیری این عادت مخرب. اولین عامل که معمولاً مهمترین عامل شکل‌گیری این عادت است، علل روانشناختی و درونی است. استرس جزء مهمترین عواملی است که میتونه فرد را به انجام این کار سوق دهد، زیرا خودارضایی میتواند یک مسکن آرام و سریع برای رفع استرس باشد که در نهایت فرد را متمایل به انجام این کار میکند و پس از آن هر وقت فرد در شرایط استرس‌زا که جزء طبیعی از زندگی است قرار گرفت، مغز ناخودآگاه فرد را برای رسیدن به آرامش ذهنی به این کار می‌کشاند. یعنی فرد عادت می‌کند هر وقت در شرایط استرس‌زا قرار گرفت، بهترین راه برای کاهش استرس خودارضایی می‌تواند باشد. عامل دیگر روانشناختی، تنهایی و افسردگی حاصل از آن است. افرادی که روابط اجتماعی کمی دارند و معمولاً وقت خود را در خانه می‌گذرانند، بیشتر از بقیه در معرض خودارضایی قرار می‌گیرند، زیرا بیکار بودن و حرکت به سمت افکار درون ذهن بیشترین قدرت را در انجام خودارضایی اعمال می‌کنه. بنابراین همیشه روانشناسان بهترین راه درمان و یا پیشگیری از خودارضایی را بیکار نبودن و در انزوا نبودن می‌دانند. عامل دیگر روانشناختی کمبود اعتماد به نفس در فرد است. به این معنا که افرادی که معمولاً کم رو هستند یا از صحبت کردن در اجتماع یا پیشنهاد رابطه دادن می‌ترسند، با دو عامل مواجه هستند. اولی اینه که فرد معمولاً در خلوتش خودش رو سرزنش می کند و عامل دوم که دنباله عامل اولی است، رفتن به سمت انجام خودارضایی برای کاهش این حس بد درونی می باشد. از جمله عوامل زیستی فشار جنسی است که از بلوغ به فرد تحمیل می شود. برای پسرها این عامل معمولاً هر صبح خودش رو نشون میده و گاهی با ارضا در خواب هنگام دیدن رویای جنسی همراه است. این عامل در دختران هم از زمان شروع دوره قاعدگی اتفاق میافتد و کم کم فرد در ذهنش کشش و جاذبه نسبت به جنس مخالف ایجاد می کند. عامل دیگر کنش غریزی است که مغز برای آزاد کردن تنش از خود فرد را به این سمت می کشاند.
مثلا شاید بارها برایتان اتفاق افتاده باشد که شب قبل از امتحان دارای استرس زیادی هستید و در اون زمان محتواهای جنسی ذهنتون رو مشغول می کند. در واقع ذهن برای خلاص شدن از این استرس سریع‌ترین راه را خالی کردن فرد از طریق ارضای جنسی می داند. شاید مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی که به ویژه در ایران نسبت به کشورهای دیگه موجب شده که میزان این عمل در ایران بیشتر باشد، محدودیت‌های فرهنگی در روابط و نبود آموزش درست به نوجوانان برای مقابله با چنین معضلی باشد. بسیاری از جوانان به ویژه دخترها به دلیل محدودیت‌های فرهنگی و دینی نمی‌توانند تا قبل از ازدواج با جنس مخالف رابطه داشته باشند. و با توجه به اینکه نیاز جنسی نیازی ذاتی است، معمولاً افراد بهترین راه را در انجام خودارضایی می‌بینند که این عامل میتونه در افراد مذهبی اثرات روانی زیادی از جمله سرزنش مداوم خود داشته باشد و شاید یکی از مهمترین عوامل در کاهش اعتماد به نفس و از بین رفتن اراده در این افراد باشد. نبود آموزش درست برای پیشگیری از تبدیل این عمل به یک عادت که از بین برنده اراده فرد است، هم از عواملی است که در ایران امروز توجهی به آن نمی شود، در حالی که معمولاً در کشورهای غربی از سن 13 سالگی همه این مسائل توسط مشاورهایی به صورت عمومی توضیح داده میشه. از جمله عوامل رفتاری، شرطی کردن محیط است. مثلا فردی که هر شب قبل از خواب این کار را انجام میدهد، پس از مدتی مغز او خواب رفتن را مشروط به خودارضایی می‌داند، در حالی که ممکن است فرد از لحاظ بیولوژیکی نیازی به این عمل نداشته باشد یا استرس خاصی نباشد، ولی انجام مکرر این عمل ذهن را برآشفته کرده که تا زمانی که خودارضایی نکند فرد نمی‌تواند بخوابد. ترس از طرد شدن و داشتن رابطه منفی در گذشته هم می‌تواند فرد را به این عمل سوق دهد. مثلا یک پسر 25 ساله‌ای رو در نظر بگیرید که در رابطه عاطفی قبلی بهش خیانت شده و از برقراری رابطه جدید می‌ترسد، یا پسری که به سن 20 سالگی رسیده ولی از صحبت با دخترها می‌ترسه چون اون رو به خاطر قیافش یا هر چیز دیگری مسخره کردن. شاید تا الان اسمش رو شنیده باشید، ولی چرا اینجا بهش اشاره کردم؟ برای پاسخ به این سوال بیایید دوپامین رو بهتر بشناسیم. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که به عنوان مولکول انگیزه و شادی شناخته می شود. یعنی دوپامین است که باعث می شود وقتی یه غذای خوب می خوری یا یه فیلم خوب می بینی یه حس شادی درونت نمایان بشه. مثلا وقتی بوی غذای مورد علاقت به مشامت میرسه، این عامل برای تو انگیزه ایجاد می کند که به رستوران بری و اون غذا رو سفارش بدی. اما خب این چه ربطی به خودارضایی دارد؟ ربطش زمانی است که وقتی عادت به خودارضایی کنی، بعد از مدتی بوی همون غذا به مشامت میرسه ولی تو دیگه انگیزه‌ای برای لذت بردن از اون غذا نداری. دلیلش اینه که برای هر تجربه لذت بخشی مقداری دوپامین ترشح می شود که این میزان و مقدار میتونه با هم فرق داشته باشد، اما تفاوت خیلی زیاد نیست. مثلا برای همون غذا 50 واحد دوپامین ترشح می شود، یا برای لذت بردن از تماشای فوتبال این میزان میتونه تا 100 واحد هم برسه، ولی مغز این تفاوت را با توجه به میزان هیجان ترشح می کند. برای خودارضایی این میزان دوپامین در حالت عادی تا 200 واحد است. البته برای یه خودارضایی معمولی که به صورت طبیعی و بدون دیدن فیلم‌های بزرگسال باشد که از بین برنده لذت‌های دیگه نیست. اما اگر همین عمل همراه با دیدن فیلم‌های بزرگسال و به صورت مداوم باشد، بعد از مدتی موجب می شود که دیگه نتونید از دیدن فوتبال یا خوردن غذای مورد علاقتون لذت ببرید. علتش اینه هنگام دیدن فیلم‌های پورن ممکن است تا چند ساعت سایت‌ها و فیلم‌های مختلف رو نگاه کنید و این موجب می شود که میزان دوپامین شما برای چند ساعت تا بیش از 250 واحد قرار داشته باشد
که تقریباً مقدار زیادی از دوپامین بدنتون رو تا حد بالایی مصرف می‌کند. از طرفی انجام مکرر این عمل موجب می شود که بدنتون بعد از مدتی هیجان و لذت را تا آن سطح یعنی 250 در نظر بگیرد. پس دیگه مقدار 50 واحد دوپامین را لذت تشخیص نمی دهد و این موجب حس پوچی و ناراحتی درون شما می شود. پس برخلاف گفته های برخی پزشکان اینستاگرامی، خود ارضایی می تواند بر بدن اثرگذار باشد و سیستم ترشح دوپامین و لذت را در فرد تغییر دهد. خود ارضایی مکرر میتونه اثرات جبران ناپذیری بر زندگی فرد داشته باشه. همیشه اینو یادتون باشه. اعتیاد فقط مصرف مواد مخدر نیست، بلکه هر عمل مخربی که به طور مداوم تکرار شود میتواند فرد را به آن عمل معتاد کند و بیرون اومدن از این عادت خیلی میتونه سخت باشه، چون مغز با هر عادتی یه شبکه عصبی برای اون کار در مغز میسازد تا جایی که فرد ناخودآگاه اون کار رو انجام دهد. مثال خیلی راحت مسواک زدن یا رانندگی کردن است که وقتی در روزهای اولیه این کار انجام میدادیم باید همش ذهنمون رو متمرکز میکردیم، ولی بعد از تکرار اون کار شبیه راه رفتن شده بود برامون و دیگه نیاز به توجه خاصی نداشت، چون سیستم عصبی اون کار در مغزمون ساخته شده بود. خودارضایی افراطی میتواند بر اراده و تلاش فرد و همچنین روابط اجتماعی و عاطفی و سلامت روان فرد تاثیرگذار باشد و فرد را از چرخه درست زندگی خارج کند. اراده فرد اولین و مهمترین بخشی است که مورد هدف قرار میگیرد و شکست پیاپی در برابر خودارضایی موجب می شود کم کم فرد به خودش شک کند و کارهایی را که در گذشته به راحتی انجام میداد رو دیگر نتواند انجام دهد. مثلا دانشجویی را در نظر بگیرید که برای امتحانش وقتی در نظر گرفته، اما پس از مدتی خوندن تمایل به خودارضایی می کند و با این کار تمام انرژیش را خالی می کند و با احساس پوچی که در او شکل می گیرد درس خوندن را کنار می گذارد و با هر بار انجام این عمل کم کم به سمت نمرات پایین در درس حرکت می کند و حتی ممکن است از دانشگاه اخراج شود. عامل دیگر کاهش ظرفیت تحمل فرد است. با دختری 26 ساله صحبت کردم که می گفت با انجام عمل خودارضایی بیش از حد تحمل پشت میز نشستنش از 3 ساعت به 20 دقیقه رسیده و پس از این تایم تمرکز و انگیزه لازم را برای ادامه کارش ندارد. عامل دیگر کاهش حافظه و تمرکز است. افراد زیادی به این مسئله اعتراف کردند که قبل از خودارضایی می توانستند یک صفحه را در چند دقیقه یاد بگیرند، ولی بعد از تکرار مداوم این عمل این تایم تا بیش از نیم ساعت طول می کشد و اصلا تمرکز لازم برای خواندن را ندارند. اثرات دیگری مانند انزوای اجتماعی، اختلال در برنامه روزانه، غفلت کردن از مسئولیت‌ها و کاهش کیفیت روابط عاطفی هم از دیگر اثرات خودارضایی مکرر بر زندگی فرد است. در این ویدیو سعی شد که به صورت جزئی در مورد علل و اثرات خودارضایی صحبت شود. اما اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید تا جزئی تر از آن آگاه شوید، می توانید کتاب مغز در برابر پورن نوشته گری ویلسون را مطالعه کنید. همچنین کتاب عادت‌های اتمی نوشته جیمز کلیر که در مورد عادات خوب و بد هست می تواند اثرگذار باشد. امیدوارم این محتوا براتون مفید بوده باشه. یادمون باشه که رشد شخصی یک مسیر هست، نه یک مقصد، و من مایل هستم در این مسیر همراهتون باشم. اگر شما هم مایل هستید این همراهی ادامه دار باشه، خوشحال میشم با سابسکرایب کانال و زدن زنگوله در این سفر مشترک سهیم باشید.